تپسی یه غذای پرطرفدار ما عربای خوزستانه که تو اکثر رستوران‌های عربی سرو میشه. امروز میخوام برای شما هم آموزشش رو بذارم. همین اول سیوش کن که فراموش نکنی. اول پیاز ساتوری شده رو به همراه سیر تو روغن سرخ میکنم. سبک که شد ادویه هایی که توی کپشن نوشتم اضافه میکنم. پوره گوجه فرنگی فراوون اضافه میکنم و سرخ میکنم. کمی رب گوجه فرنگی و بعد از اون سبزی گشنیز و جعفری ساتوری شده با بقیه مواد تفت میدم. تمر هندی رقیق شده که از صافی رد کردم اضافه میکنم. شیره خرما و رب انار و اجازه میدم سس جا بیفته. بعدش ماهیایی که با مخلوط آرد و پودر سیر و زردچوبه غلتونده بودم و توی روغن داغ سرخ میکنم. کف یه تابه تمیز کمی از سس میذارم. ماهی رو روی سس میچینم. دوباره سطح ماهی ها رو سس میذارم و درب تابه رو میذارم حدود 1 ربع جا بیفته. کنار یه چلوکت بی‌نظیره، حتما امتحانش کنید.